مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که راجع به خانم ریحانه پارسا و صنعت پررونق سینمای ایران با شما صحبت بکنیم و حاشیه‌ای که این روزها در فضای مجازی خیلی داره دست به دست میشه بعد از افشاگری که ما در رسانه پشت پرده انجام دادیم از ارتباط ریحانه پارسا با پویان مختاری و یک آقازاده توی ایران. حسابی اتفاقات عجیب و غریب و جنجال زیاد به پا شد و خیلی ها میگفتن که این خبر دروغ، ریحانه پارسا با پویان مختاری نیست، امین فردین داره حاشیه سازی میکنه و چه اینو چنان. چرا مثلا موضوعات سیاسی رو مثلا پیگیری نمیکنه که منم گفتم آقا من یک خبرنگار پاپاراتزی هستم، ما سعی میکنیم که به حاشیه اخبار آدم‌هایی که در فضای مجازی یا واقعی هستن، هنرمندها و بازیگرا و این افراد بپردازیم کار میکنیم. موضوع تخصصی ما این افراد هستش، بعضا هم موضوعات اجتماعی رو با رنگ و بو و طعم سیاسی بررسی میکنیم و اگر دنبال اخبار سیاسی میگردید کانال‌های زیادی هستن که میتونید برید اونها رو دنبال بکنید. ما پوشش نمیدیم، در تخصص ما نیست، سیاست هم پدر مادر نداره و اصلا معلوم نیست کی با کی بسته. حالا بگذاریم، امروز میخوایم راجع به خانم ریحانه پارسا صحبت بکنیم که کشف حجاب کردن در لایو و ویدیوش هم احتمالاً دیدید. حالا اگر ندیدید اون لحظه کشف حجابش رو بریم ببینیم. بیایم با شما هستیم. هیچی نیست، هیچ اتفاقی نیست، اما دغدغه است. میدونی یعنی مثلا خب بعد از این کشف حجاب کردن خانم ریحانه پارسا جنجال‌های زیادی به پا شد و مصاحبه‌های مختلفی از افراد مختلف هم در فضای مجازی منتشر شد. یه عده میگفتن که کار خوبی کرده، یه عده میگفتن کار بدی کرده. به هر حال تصمیم شخصی ایشون بوده و محترم هستش و خودش میدونه که در آینده کاریش باید چیکار انجام بده. اما ما در رسانه پشت پرده چند ماه پیش از ارتباط مهدی کوشکی با خانم ریحانه پارسا صحبت کردیم و گفتیم که آقا اینها اصلا با هم زن و شوهر نبودن و یک ارتباط دوستی بوده که چون میخواسته گندش بالا نیاد خانم ریحانه پارسا آقای کوشکی اومدن گفتن که ما با هم دیگه ازدواج کردیم و وقتی که ما این خبر رو اومدیم پوشش دادیم باز یه ادعا گفتن نه دروغه، چرت و پرت، نمیدونم فلانه. خب اینا رسما اعلام کردن تا اینکه بالاخره خانم ریحانه پارسا در لایو خانم مهستی علی نژاد به این قضیه اعتراف کرد که اصلا این دوتا با هم ازدواج نکرده بودن. ببینید من اگه یادتون باشه در حدود اسفند 98 خب با مهدی کوشکی دوست بودم و رابطه من با مهدی کوشکی هیچ وقت عقد نکرده بودم. من الان دارم میگم، اولین بار دارم میگم. مجبور بودم رابطه‌ای که درش وجود دارم و رابطه مثبتی هست رو لیبل ازدواج بهش بزنم. یک، از نگاه سنگین همکاران فاصله بگیرم. دو، شوهر دارم مثلا که امنی باشم، تحت امنیت باشم، اسم شوهر. هنوز دارم به من میگن مطلقه در حالی که شناسنامه من سفیده. من با کسی هیچ وقت عقد نکردم. ریحانه جانم مطلقه بودن ایرادی نداره، هیچ نمیگم، ولی به خاطر ازدواج من نبودم. آره خب یعنی من اجازه بده من بپرسم چون من خودم الان برای اولین بار دارم میشنوم. پس در واقع تو ازدواج سفید رو به عنوان ازدواج مطرح کردی فقط برای اینکه بتونی از حالا آزارهای ممکنه جنسی، آزارهای همه زنها تجربه کردیم در امان باشی. مثل خیلی از متوجه شدی؟ حالا تا خودشون اعتراف نکنن، گردن نگیرن، یه طرف ما رو باور نمیکنن. اینم سندش که ما چند وقت پیش راجبش صحبت کرده بودیم. حالا این صحبت خانم ریحانه پارسا چند تا کد به ما میده. اینکه صنعت سینمای ایران چقدر از این رابطه‌های پنهان، حالا ضبط‌دری یا ارتباطات اینجوری داره که افراد با توجه به ارتباطاتی که میگیرن بهشون نقش داده میشه. همین خانم ریحانه پارسا که با آقای مهدی کوشکی که نمیدونم 18 سال ازش بزرگتر بوده وقتی دوست میشه، آقای مهدی کوشکی که خودش با
بهرنگ توفیقی و حامد عنقا در ارتباط بوده، با لابیایی که با این افراد میزنه سریال پدر رو بهش میدن و سایر سریال ها رو. پس نشون میده که صنعت سینما ایران با دادنها و ارتباطات پشت پرده است که میتونن افراد نقش بگیرن و بازی بکنن. و اینجا خانم ریحانه پارسا گفت که ما اصلا ارتباطی با هم نداشتیم. بعد اومدیم ما گفتیم که خانم ریحانه پارسا رفته ترکیه، پویان مختاری رو دیده و با هم رفتن آنتالیا، 3 نفری رفتن با نیلی، بعد 2 نفره برگشتن. پویان مختاری با ریحانه پارسا در ارتباط بوده. یه گفتن نه این باز دروغه، چرا دروغ میگید، اینا حاشیه است. و نمیدونم یه عده از افراد گفتن که آقای فردین داره به بازار حاشیه‌ها دامن میزنه. آقا تخصصمون اخبار هستش. تا باز این مورد رو هم امروز در لایو خانم ریحانه پارسا خودش اعتراف کرد که 2-3 بار پویان مختاری رو دیده و نیلی رو. ببینید پویان مختاری رو من به واسطه دوست مشترکی که داشتیم در این سفرم، در این تقریبا 35-40 روزی که الان اومدم، دقیقا نمیدونم چرا بعدن تاریخ در میاره تو فلان روز گفتی، فکر کنم 2 یا 3 بار دیدم کنار همسرشون، کنار دوست دخترشون. این هم سند این حرف ما که چند وقت پیش راجبش صحبت کرده بودیم. اما نکته که وجود داره این هستش که خانم ریحانه پارسا توی این 1-2 هفته گذشته 400,000 تا تعداد فالوورش اضافه شد و هیچ وقت راجع به این صحبتی که ما کرده بودیم اظهار نظر نکرده بود. فقط زیرپوستی اومده بودن گفتن که آره آقای فردین داره حاشیه‌ها رو دامن میزنه و چنین و چنان. چرا 4-5 روز پیش نیومدی این قضیه رو برای مردم افشا بکنی که ارتباط داشتی با پویان مختاری؟ جز این بوده که دنبال فالوور بودی، جز این که دنبال حاشیه و دامن زدن به این موضوعات بودی که یه عده فکر کنن ما داریم دروغ میگیم، اما بالاخره خودت اعتراف کردی که پویان مختاری رو دیدی. حالا پویان و نیلی هم که گردن نمیگیرن این موضوع رو. شاید یکی از دلایلش همین بوده که میخواستن حالا حفظ آبرو بکنن، بگن که این بابا نبوده. شاید یکی از دلایلش میتونه این باشه و آبروداری کرده بودن برای این خانم، ولی خودش اومد دیگه رسما اعلام کرد که ارتباطش. بعد از اون طرف این خانم مسیح النجادی که متخصص ماهی گرفتن از آب گل آلوده و هیچ وقت هم نیومد راجع به شفافیت مالیش و نمیدونم بنیاد BBG و پولهایی که دریافت کرده بوده صحبت بکنه، شفافیت مالی خودش رو نمیگه، دنبال شفافیت سران مملکته و بیاد بگه که چرا پولهای انقدر از سنگین میگیره، بابت چی؟ بابت اینکه مثلا یکی تو ایران روسریش در بیارشون پول بگیره، حالا کمپینشه، اصلا کاری نداریم. سوال اینجاست که وقتی ما اومدیم قضیه ریحانه پارسا رو گفتیم با پویان مختاری و سایر افراد، فکر میکرد ما دروغ میگیم. بعد جالب ما رو بست به ایران، خود ریحانه پارسا هم ما رو بسته به ایران. حالا جلوتر بهتون نشون میدم. گفته که آره اینا همش حاشیه است که مردم رو از اتفاقات آبان اینور اونور دور بکنه. اصلا ما تخصص اون اخبار حاشیه‌ای، چیکار به اتفاقات آبان داریم، چیکار به موضوعات مختلف داریم؟ این خبرها رو ما پوشش میدیم تو رسانه‌مون. بشنوید این دیگه رو. وقتی که یه اتفاق تلخی تو ایران داره میفته، حالا چه بدبختیه، چه فقره، چه قرارداد با چی میخوام ببندن، چه میخوان چه میدونم آدما رو بکشن، یه خبری دور و بر یه هنرپیشه داغ میشه. و من همش میگم نکنه مثلا، نه مردم اینو میگن نکنه الانم چیده شده است. مثلا خیلی‌ها میگن نکنه تو میخوای بری سایت شرط بندی ببندی، دفعه بمب خبری میشن با اون خبری که نوید افکاری اعدام شد، نمیدونم مادر پویا بختیاری رو گرفتن، تو حاشیه میره. خودت بگو آیا تو وصل به این جریانات شرط به جریانات وصل نیستم؟ این خوبه. ریحانه پارسا که کلا ما رو بس به سیستم پلیس فتای ایران و ارتباطات با ایران و نمیدونم، اینو هم ببینید 98% پیج هایی که پیجای زرد قوی هستن در اینستاگرام که خبرهایی که اونا هندل میکنن حجمه عظیمی میره سمت سوژه، یعنی که تو مثلا نیم ساعت همه ایران متوجه اون خبر میشن. 98% تحت سایبری پلیس فتاست. بله خانم ریحانه پارسا رو هم دیدید که ما رو وصل کرد. حالا وصلگیرشون ماشاءالله خوبه، اما همین خانم هیچ وقت نمیاد بگه که امین فردین راست گفته. اگه ما دروغ گفته بودیم حرف شما درست بود، ولی وقتی ما راست گفتیم اون باید بفهمید ما چه ارتباطی میتونیم داشته باشیم. قربونت برم. بعد راجع به اون هودی بنفش و نمیدونم لایوی که صدای پویان بودم که کلا گردش گی و صحبت نکردی. ببینید اون یکی که از لایو رو.
دیدید این تیکه از لایو هم دیگه. من نمیدونم چی بگم. مسیح نژادم قشنگ این وسط مفبری سوژه ما رو کرد. روک بهتون بگم دیگه. ما اولین نفر اومدیم این قضیه رو افشا کردیم. ما اومدیم گفتیم به این قشنگ میگم مفبری. الان هم وصلش میکنه به یه سری از این جریان‌های سیاسی. 4 تا مصاحبه میزنه تنگش با یه سری رسانه‌های خارجی، بازیگری که با توجه به تحت فشار بودن فلان و فلان از کشور خارج شد. داره جمع سکانسایی که بازی کرده 100 دقیقه هم مثلا نمیشه تو صنعت سینمای ایران. خب حالا وایسید، یعنی یه کاسبی این وسط اینا بکنن عجله نکنید. ولی ما سعی میکنیم که در رسانه پشت پرده حقایق رو بگیم. این افراد هم حالا اگه دوست داشتن میان صحبت میکنن و واقعیت رو میگن، دوستم نداشتن که واقعیت رو بگن و ما رو مثلا دروغی خطاب بکنن. مردم خودشون بهترین قاضی هستن و تشخیص میدن که کی داره این وسط راست میگه. ما فقط سعی میکنیم که در مسیر تخصص خودمون که سبک پاپاراتزی هستش حرکت بکنیم، نه قاطی جریان‌های سیاسی میشیم، نه قاطی گروه‌های سیاسی میشیم، نه علاقه داریم که به موضوعات سیاسی بپردازیم. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید که یوتیوب شما ربات تشخیص نده، چون که خیلی از تو ایران با VPN استفاده میکنن و کانال ما رو نگاه میکنن، ربات تشخیص داده میشن. کامنت بذارید که ربات تشخیص داده نشه. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.